وطندارای عزیز، سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح شما باشد در هر جایی که هستین. خدا شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم که او یک روز دیگه برای ما داده تا که ما به حضور او آمده او را ستایش بکنیم، او را بپرستیم، بگوییم ای خدا تو را شکر به خاطر محبت بسیار زیادت، ای خدا تو را شکر به خاطر فیض تو، ای خدا تو را شکر به خاطر رحمت‌های بی پایان تو خداوند جلال هستی، کسی که خالق و مالک کائنات هستی. ای خدا تو را شکر که تو نظر محبت بر من گناهکار کردی. خدا را شکر میکنیم که او واقعا خدای مهربان هست، او واقعا خدای پر از محبت است. او میخواهد که با ما رابطه مستقیم داشته باشه، او میخواهد که کت ما صحبت بکنه. بله، در این دنیای تاریک، دنیای پر از مشکلات، دنیای پر از سر و صدا، دنیای گناه، خداوند نظر به ما کرده و او یگانه پسر خود رایی کرد تا اگر ما به او ایمان بیاریم هلاک نشویم، در تاریکی از این دنیا گم نشویم، در جهنم نرویم، در غلامی شیطان نمانیم، بلکه زندگی جاودان، زندگی همیشه را داشته باشیم تا که ما به حضور خدای مقدس بتانیم زندگی کنیم در خانه ابدی او. زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. وطندارای عزیز، برادرها و خوارای عزیز ما در مسیح، برادرها و خوارای ایرانی و افغان و تاجیک ما، بسیار بسیار تشکر زیاد از شما که به خاطر برای ما دعا کردین. خداوند خدای بسیار مهربان است. من مریض بودم، یک کمی سرماخوردگی داشتم، گوش ما درد میکرد و اما خداوند برای ما شفا داده. هنوز هم مشکلات تنفسی دارم و اما خدا را شکر میکنم. حتی اگر من صحت یاب نشوم هم باز هم نام قدوس عیسی مسیح را جلال باد، به خاطر از اینکه من اطمینان کامل دارم در او، اطمینان کامل، صلح کامل در او دارم که جای ابدی ما، مقدسگاه او در آسمان هست. خدا را شکر میکنم. باز هم بسیار تشکر از دعاهای بسیار زیادتان، از ایمیل های بسیار محبت آمیزتان، از پیام هایتان از طریق فیسبوک و از طریق تلفن ها. خدا را شکر میکنم برای شما و خدا را شکر میکنم که او واقعا خدایی است که میشنوه. امروز به ادامه برنامه‌ای که یک هفته قبل فکر میکنم در مورد قدرت محبت خدا صحبت کردیم و من نتونستم تمامی از او در او برنامه تمامی موضوع را که شما صحبت کنم، لحظا امروز قسمت دوم از اون را باز هم برای شما بخش میکنیم در مورد قدرت واقعی محبت عظیم خدای ما. پس موضوع ما امروز باز هم قدرت محبت خداست و من امیدوار هستم که در طی چند لحظه آینده و خیر طی چند دقایق آینده شما کلام خدا را میشنوین، این برنامه را مشاهده میکنین و اگر شما یک شهادت دارین و یا یک چیز سوالی دارین در مورد محبت خدا، در مورد انجیل عیسی مسیح خداوند و در مورد مسیحیت، خواهش میکنیم برای ما زنگ بزنین و ما کوشش میکنیم براتون پاسخ بدیم از کلام مقدس خدا. و ما دعا میکنیم امروز که خداوند
کمک ما کن. ای خداوند عزیز تو را شکر میکنیم برای امروز. شکر میکنیم به خاطر محبت بسیار زیاد تو. شکر میکنیم ای خداوند که تو ما را دوست داری. خدایا بگذار که وطندارای ما امروز قلبهایشان واز بکنن برای انجیل عیسی مسیح، انجیل سلامتی بخش، انجیل حیات بخش، انجیل پر از محبت. بله، انجیل نامه محبت خدا برای ماست. بگذار ای خداوند که قلبهای وطندارای عزیز ما لمس شود امروز. کسانی که بیمار هستند و را شفا بدی ای خداوند. مسافرین سفر خوش عطا فرما. کسانی که در مشکل هستند مشکل کشایشان باش. صلح و سلامتی عیسی مسیح را برای مردم ما بدی ای خداوند عزیز. به نام مقدس، به نام پرقدرت خداوند جلال عیسی مسیح منجی بشر. آمین. آمین. خدا را شکر میکنیم باز هم. و ضمناً ما میخواهیم که برای دو فرزند عزیز ما، بله، برای راهیل جان و ناتان جان که ایشان 15 و 17 ساله میشن، عمرهایشان تبریک بگوییم و خدا را شکر میکنم برایشان که وا خدا را دوست دارن. و ناتان جان امروز روز تولدت است، مبارک باشه پسر عزیزم. تو را بسیار زیاد دوست دارم. دخترک عزیزم راهیل جان، پس فردا روز تولدت است. برای تو هم تبریک میگم و خدا را شکر میگم به خاطر عمری که شما برای خداوند سپری میکنین. و در دعا هستم که خداوند شما را برکت بده و خداوند بر شما قدرت بده که او را ستایش بکنین، از زندگی خود او را نشان بدین به نام عیسی مسیح. آمین. اینی چند آیات است که بر راهیل جان و برای ناتان جان میخوایم بخوانم از کتاب اعداد، از فصل 6 و از آیات 24 تا 26 میخوایم بخوانم. خداوند تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند. خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. آمین. آمین. خداوند شکر میگم برای شما. امروز باز هم در مورد محبت عظیم خدا صحبت میکنیم وطندارای عزیز ما. خداوند واقعا ما را دوست داره، اما قسمی که کلامش برای ما بسیار واضح میگه. زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود، به یک قوم، به یک قبیله، به یک زبان، به یک مردم یک ملک و دیگه ملک نه، بلکه برای تمامی انسان ها محبت او جاری است. محبتی که او اقدر با عظمت خود برای ما نشان داد که به خاطر از این محبت حتی او مصلوب شد، او بر صلیب رفت، او جان خود حتی برای ما داد. یک شعر اردو در یاد من میاد که خداوند مشتاق ماست، همیشه او مشتاق ماست و ما چقدر لازم است که ما ماجرای محبت خدا را درک بکنیم. هم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا الهی یہ ماجرا کیا ہے؟ او واقعا مشتاق ماست، او مشتاق ماست و او میخواهد که ما ماجرای محبت او را درک بکنیم. واقعا خداوند خدای پر از محبت است. قدرت محبت خدا موضوع ما امروز باز هم امروز قسط دوم از این برنامه و ما خواندیم که چشم امید بستن به سیاستمدارا، به کسانی که پادشاه هستند، پولدار هستند، این چیزا کاملا بیجا هست. کلام خدا میگه بعضی به عرابه های جنگی خود میبالند و برخی به اسب های خش، اما ما نام خداوند خدای خود را یاد میکنیم، نام یهوه را یاد میکنیم. آنها میلغزند و میافتند ولی ما برخاسته و ایستاده ایم. یعنی کسانی که بر یهوه خدای
قادر مطلق ایمان دارن، ما برخاسته و ایستاده می باشیم و بر جا می باشیم. به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن به انسانها. به خداوند پناه بردن بهتر است از توکل نمودن بر امیران. کلام خدا بر ما میگه. قدرت محبت خدا. ما با خدا رشته دار هستیم. کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم، ما با خدا رشته دار هستیم. ما فرزندان خدای قادر مطلق هستیم. او ما را به فرزندی خود میگیره. دیگه ما از او دور نیستیم. مثل که در یک خانواده ما با هم آشنای کامل هستیم. در خانواده مسیحی ما خانواده خداوند هستیم. خداوند پدر آسمانی و جاودانی ما میشه و ما تمام از یک سر فرزندان روحانی خدا می باشیم. این رشته است که عیسی مسیح بالای صلیب بسته برای ما. کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، خداوند تمامی از او کسا را، هر کدام از او شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره واره پیوند روحانی با خود میته. پس ما رشته دار هستیم با خدا. کلام خدا را میخوانیم، میگیم ببینید محبت خدای پدر. ببینید، متوجه باشید، ببینید خدای محبت پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است. ما فرزندان خدا میشیم در محبت عظیم خدا. در محبت خدا وقتی که ما ایمان میاریم در بزرگی محبت خدا، ما فرزندان خدا قرار میگیریم. خداوند ما را میپیونده در این محبت خود. ما را نام و حیثیت فرزندی خدا میته که در عیسی مسیح است، که او ما را فرزندان خود خوانده است. و چنین هم هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمیشناسد، علتش چیست؟ علتش ایست که او را، یعنی خدای ما را نشناخته. خدای ما را نشناخته. پس متوجه باشین، اگر شما مسیحی هستین و اگر شما را کسی به حیث فرزند خدا نمیشناسه، علتش ایست که او شخص خدای ما را تا بالا نشناخته. خدای ما را تا بالا نشناخته. یکی از آیاتی که من بسیار دوست دارم در کلام مقدس خدا، البته نمیتونم روی پرده بیارم چون قبل از قبل ایرا ناوردیم، از پولس رسول است. پولس رسول میگه که ما در پیوستگی با عیسی مسیح ما عضو خانواده خدا شده ایم. کلام خدا ایره بر ما میگه. محبت خدا اینقدر عظیم است. خدا را شکر میکنیم. یک تلفن میگیریم از مسیحا جان از نروژ تلفن کردن و بعد از او ادامه میتیم به موضوع امروز. برادر مسیحا مانده نباشی، وطنداری عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. درود بر برادر گلم حسین اندریات نازنین خداوند. لطف کردین، از محبتتان از خدا را شکر میکنیم مسیحا جان، بفرمایین. درود میفرستم به عزیزان کافرمانتون، بشیر جان، خواهر کتایون، خداوند بهشون برکت بده، به خودشون، خانواده نازنینشون. بسیار بسیار تشکر و شنیدن و خدا را شکر برای شما دوستی عزیز. درود به تمام وطندارای حقانی با اون قلب مهربونی و مهربون آبیشون. از محبتتان از نفس‌های نصیحتی تقدیم کنم به شما. بفرمایین. دلم میگیره تو را دارد تو که سلطان دنیایی، دلم عشق تو را دارد تو که هموار شیدایی، تویی را که گل احساس به زلف عاشقان بستی، تویی که تا ابد با ما همیشه عاشق مایی. دلم مهر تو را دارد مثل پروانه بر لاله، تو که خوشبوترین یاسی پر از عطر و شکوفایی. کلامت زنده و جاوید، نوید است و پر از امید،
نگاهت مرهم هر دل، صفای قلب و دلهایی. دلم مهر تو را دارد، نباشد دل دگر تنها. تو که همواره در جانم، پر از احساس رؤیایی. شکوفنده شدم در تو، شدم پاینده از فیضت. تو که پنهان ز ما نیستی، همیشه نور پیدایی. دلم مهر تو را دارد، نه چون مهری که بر دنیاست. تو که دادی به جان ما، نفسهای مسیحایی. جلال برنامه مسیحای خداوند کش و سنان دوستون داریم و خدا. آمین آمین آمین. واقعا او برای ما نفس تازه داده، واقعا او برای ما زندگی تازه داده. مسیحا جان از نروژ بسیار بسیار تشکر از محبتتان و از این شعر بسیار مقبولتان در ثنای عیسی مسیح خداوند ما. واقعا او خدای پر از محبت است، واقعا او ما را دوست داره. پس علتی از این که دنیا ما را نمیشناسه، به او ترتیبی که ما هستیم، کسانی که ما هستیم، کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم، فرزندان خدا ما را به فرزندی خود گرفته. علتش است که دنیا او را نشناخته. پولس رسول باز هم در رساله رومیان در فصل 10 میگه علت ازیره که مردم واقعا در دنیا هر قوم و ملت خدا را میگن که ما میشناسیم، ما خدا را پرستش میکنیم، برای خدا غیرت داریم. اما پولس رسول میگه در مورد بنی اسرائیل ای را شهادت میته و امیر ما میتونیم برای تمامی مذاهب، بر تمامی مردم ها هم بگوییم که به همین ترتیب هستند. کسانی که غیرت دارن برای خدا، بعضی کسا غیرتشان برای خدا اقدر زیاد است که وان فکر میکنن که به خاطر خدا اگر ما یک انسان 14 ساله را میکشیم، ما برای خدا خدمت کردیم. این را غیرت خدا میگن. ما در مورد دخترک 14 ساله در پاکستان در خبرهای BBC، در خبرهای CNN، در خبرهای بسیار زیاد آسیایی خواندیم. ملاله یوسفزی. ما میخوانیم که در اوجا اعضای طالبان پاکستانی میاین و این دخترک 2 مرمی در سرش میزنه و خورخوندایش هم زخمی میکنه که حالش شفاخانه ها هستن. به علت ازی که میگه ملاله گفته که تعلیم برای دخترها لازم است و به عقیده از این اشخاص مذهبی تعلیم برای دخترها گناه است و فکر میکنه که خدایشان برایشان این قسم تعلیم میده، در حالی که خدا هرگز کار را نمیکنه. خداوند پیش خدا مرد و زن کاملا مساوی هستند. خدا هر دویشان خلق کرده. پولس رسول این قسم در این مورد برای ما میگه من میتوانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا غیرتمند هستند، با غیرت هستند. اما کلمه اما در اینجا مهم است که ما سرش توجه بکنیم. اما تعصب آنها از روی معرفت نیست. ما میخواهیم که کامرا در اینجا اگر شوه که ببینین کلام خدا چی میگه. میگه که من میتوانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستند، اما تعصب آنها از روی معرفت نیست. و برای خدا غیرت دارن و اما این غیرت از با معرفت درست نیست و تعارف درست خدا را ندارن و به خدا به درستی معرفی نشدن. خدا کیست؟ در کلام خدا ما میخوانیم که کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. پس کسی را کشتن، به زور شمشیر کسی را به خدا آوردن، ای از خدا نیست، بلکه ای از شیطان است. ای از خدا نیست.
خدا خدای محبت است. خدا به ما اختیار داده که با اختیار خود ما خدا را تمجید بگوییم، با اختیار خود ما خدا تسلیم خدا بکنیم. پس ما میخوانیم پس در برابر این چیزها چی بگوییم؟ کلام خدا برای ما چی میگه؟ رومیان فصل 8 آیت 31. پس در برابر این چیزها چی بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ما هست، اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشه؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کلام خدا برای ما میگه متوجه باشین. پس در برابر تمامی از این چیزهایی که هست ما چی بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ کیست که بر ضد ما باشه؟ خدا به خاطر محبت بسیار زیاد خود، به خاطر لطف عظیم خود که او بر ما کرده، او حتی پسر خود را دریغ نداشت. حتی پسر خود را دریغ نداشت. ما میخوانیم خدا پسر خود، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. یعنی چی؟ یعنی که او حتی بدار آویخته شد به خاطر ما. او با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی، خداوند سخاوتمند است، او برای ما میبخشه. واقعا هر چیز برای ما میبخشه. از این که زیادتر بخشش چی باشه که خداوند ما را به فرزندی خود گرفته و ما در حیات جاودان در آسمان خدا یک روز می باشیم و این قطعی است. خدا از وعده خود نمی گرده. خدا به وعده‌ای که داده او از او وعده نمی گرده. او حتما ای را تکامل می بخشه. هنوز هم ما در دنیای گناه هستیم و اما خداوند سلامتی کامل برای کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن سلامتی کامل داده که دنیا تیر میشه و شما داخل ملکوت ما حتما میشین، کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردین. دو ترتیب کلام خدا برای ما میگه، یایی که با صدای شیپور، با او قدرت خدا، بله تمامی کسایی که در روی زمین هستیم، با آمدن عیسی مسیح بالای ابرها همه ما بالا برده میشیم در جلال خدا. و یایی که اگر حسین اندریاس مؤمن عیسی مسیح، بله خدا را شکر میکنم، اگر من اینمی لحظه با بیماری، با تصادم، با کسی اگر مرا قتل بکنه و یا هر چیزی که شما فکر میکنین، اگر من میمرم، فوراً من پیش خدای زنده حاضر میشم. فوراً من در حضور خداوند پدر آسمانی خود میستم. در اوجا هیچ درد، هیچ غم، هیچ مشکل اقتصادی و یا هیچ مشکل اجتماعی برای من نمی باشه. اوجا جلال خدا می باشه و من هرگز از اوجا بر نمی گردم. ایست سلامتی که خدا برای ما می بخشه در اتحاد با مسیح. ای تمام از قدرت محبت خداوند عظیم ماست که انجام میشه. در محبت عیسی مسیح قدرت هست. در او ما قدرت عظیم خدا را میبینیم. خداوند ما را بسیار زیاد دوست داره. خداوند از جای دور، کلام خدا برای ما میگه، یک وعده است که در کتاب ارمیای نبی خداوند برای ما ایره از روح خدا نوشته. خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت چی؟ محبت خدا چطورست؟ با محبت ازلی تو را دوست داشتم. کلمه دوست اینجا باز هم کلمه محبت است. کلمه محبت عربی است، کلمه دوست فارسی است. با محبت ازلی تو را محبت داشتم. میتونم گفتم میتونیم و یا با دوستی ازلی تو را دوست داشتم. بنابراین بنای محبت خود، بنای تمامی از این وعده خدا که ما اینجا میخوانیم، بنای از این چیست؟ محبت خداست، دوستی خداست. این تماما یک چیز. بنابراین
تو را، ای کسی که به عیسی مسیح ایمان داری، ای کسی که مؤمن عیسی مسیح، تو را با رحمت به سوی خود کشانده ام. کلمه کشانده ام بسیار کلمه بسیار مهم است که ما سرش باید غور بکنیم. در لسان انگلیسی کلمه کشاندن در اینجا drown میگه، drawn you. I have loved you with an everlasting love and with loving kindness I have drawn you. کلمه drawn در اینجا و یا کلمه کشاندن دو معنا میده. یک، ما در دلدل گناه هستیم، ما در دلدل مشکل هستیم در این دنیا و خداوند دست خود دراز میکنه و ما را از اینجا میکشانه، ما را میکشانه. دوم، خداوند با محبت زیاد خود، این مصوران ما را با خطهای شیرین و محبت آمیز خود کشیده. ما کشیده محبت هستیم، صورت ما کشیده شده. کلام خدا برای ما ایره میگه خدا ما را به صورت خود آفریده. از صورت خدا که مقبولتر چی باشه در کائنات؟ خدا نمیگه که مه و ستارگان و فرشتگان و غیره را ما به صورت خود آفریدیم و اما وقتی که به انسان میرسه خداوند میگه که انسان ما به صورت خود آفریدیم. و اما ما چون به نسبت ناتابیداری، به نسبت از این که ما از حکم خدا عدولی کردیم، ما در گناه هستیم، ما در دنیای گناه قرار و اما خدا تو ایستاده شده، نگفت دیگه بس از دست ما رفت. نه، خداوند ما را تعقیب میکنه. خداوند اقدر ما را تعقیب میکنه که به خاطر محبت عظیم خود او حتی ما را تعقیب کرده در دنیای تاریک ما به صورت ما آمد. خداوند ما را به صورت خود آفرید و اما وقتی که ما در مشکل بودیم خداوند صورت ما را گرفت. او به صورت انسان، او به شکل انسان در میان ما آمد. امیر ما در انجیل مقدس یوحنا میخوانیم در فصل اول: در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود، همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او هیچ چیزی از چیزهایی که آفریده شده آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. پس کلام، اونمو کلام که خود خداست، پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت. در ابتدا خدا ما را به صورت خود آفرید. وقتی که ما در مشکل افتادیم خدا صورت ما را از خود کرد و در میان ما آمد تا او مشکل کشای ما شود، تا او دستگیر ما شود، تا او مصوران ما را این دفعه به نقشه به صورت ابدی خود بالا ببره در جلال خود. ایست معنای از این آیت و یا کشاندنی که در اینجا ما در موردش صحبت کردیم. خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم. بنابر این کلمه بنابر این محبت ازلی و دوست داشتن خدای ماست. تو را با رحمت به سوی خود کشانده ام، به تو صورت داده ام که خوبصورتی او بی انتهاست. خداوند برای ما ایره میگه در حضور خدای محبت، در محبت پرقدرت خدای عظیم ما، صورت ما آنچنان هست. از همین خاطر است ما در آیت قبلی خواندیم که اگر دنیا ما را به او صورتی که هستیم نمیشناسه ایست، به علتش ایست که او را نشناخته. ببینید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است که ما را فرزندان خود خوانده است و چنین هم هستیم. اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم نمیشناسد، علتش این است که او را، یعنی خدای ما را،
خدای ما را نشناخته است. خدای ما را نشناخته است. علتش است. پس چه کسی میتواند در این صورت، در چیزهایی که ما مطالعه کردیم از کلام خدا تا به حال، کیست؟ چه قدرتی است؟ چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چه کسی است؟ کی میتواند ما را از محبت مسیح جدا بسازد؟ نه محبتی که ما به او داشتیم، بلکه محبتی که او به ما داشته. کیست؟ کدام قدرت است که میتواند ما را از این محبت جدا بسازد؟ آیا مصیبت، یا پریشانی، یا زجر، یا گرسنگی، یا تهیدستی، یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ هرگز. هرگز. هیچ قدرت در کائنات نیست که ما را از محبت خداوند ما جدا بتانه بسازه. هیچ قدرتی نیست. رومیان فصل 8 آیت 35 ما میخوانیم: چنان که نوشته شده از کلام خدا میگه، چنان که نوشته شده است به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم. به خاطر تو، کلمه به خاطر تو، به خاطر تو، کلمه تو در اینجا خداوند هست، خود خداست. به خاطر خدا در تمام روز در خطر مرگ هستیم. وقتی که ما شکنجه را بالای مسیحی ها میبینیم در دنیا، مسیحی ها هر روز در شکنجه هستند، خصوصا در کشورهای اسلامی. حق و ناحق زندان میرن به خاطر از اینکه وا مؤمنین عیسی مسیح هستند، به خاطر که وا به عیسی مسیح ایمان میارن، وا زیر شکنجه میباشن هر روز. دیروز یک تلفن گرفتم، خواهر ما برای ما رخ کرد و این شخص در تلفن به ما بسیار زیاد فحش گفت، بسیار زیاد فحش گفت. این شکنجه است، شکنجه روانی است. و اما فرق نداره. فرق بین ما و او شخصی که به ما فحش میده ایست که او به ما فحش میده و ما بر از او دعا میکنم، محبت خدا را نشان میتم. از این که بهتر چه باشه که ما مسیح را برای مردم و محبت مسیح را برای مردم نشان بدیم. چنان که نوشته شده از کلام خدا میگه، چنان که نوشته شده به خاطر تو، که کلمه تو در اینجا خداست، به خاطر خدا در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند رفتار میشود. رفتار مردم با ما، کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم، اینم قسم است. با وجود همه این چیزها، با وجود همه این چیزها، با وجود تمامی شکنجه ها، با وجود همه این چیزها، به وسیله او، به وسیله خدا، به وسیله خدا که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل است. پیروزی ما کامل میشه. ما پیروز هستیم. گلون ما درست نیست و اما میخوایم اما یک سرود باز هم بخوانم. در موکب ظفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسانهای بینوا. ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون توست. تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای. پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنین، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنین. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. متوجه باشیم چی؟ پیروزی ما در مسیح پیروز هستیم. پیروزی ما کامل میشه با وجود شکنجه ها، با وجود مشکلات، با وجود هر زجر و شکنجه‌ای که ما میبینیم. خداوند برای ما پیروزی عطا کرده. یک سرود میشنویم و بعد از شنیدن از این سرود به درس ها ادامه میتیم از کلام خدا. و خواهش میکنیم اگر شما سوالی دارین برای ما تلفن بکنین، ما حاضر هستیم برتان جواب بدیم. حالا یک سرود میشنویم.
چمن را خوشبو من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر است چمن را خوشبو من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر گرچه من ره گذرم دنیای فانی را مگر گرچه من ره گذرم دنیای فانی را مگر بویت افشانم شود کوه دمن را خوشبو که شوند تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر است جلجو تو یادم دهد عشق تو را در حیرت جلجو تو یادم دهد عشق تو را در حیرت عشق تو است قوی مثل سمن را خوشبو من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر است ابرها بینم که می آید مسیحا یک روز ابرها بینم که می آید مسیحا یک روز می دهد به من از آن سوی وطن را خوشبو من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر است چمن را خوشبو من شدم تازه از آن یاد عدن را خوشبو از خون سموتر است آمین. واقعا از خون عیسی معطر است چمن را خوشبو من شدم تازه ز آن یاد عدن را خوشبو. واقعا خداوند میخواه ما را دوباره بر بگردانه به جلال خود. ما گناهکار هستیم و اما خداوند میخواه که برای ما صحت کامل روحانی بده، ما را تقدیس بکنه با خون عیسی مسیح. متوجه باشین با خون عیسی مسیح او خونبهای آزادی ما شد. این از محبت عظیم خداست. یک چند پیام ها را میخوانیم از فیسبوک که برای ما وطندارای ما فرستاده بودن. دعا میکنم که فیسبوک ما کار بکنه
کمی مشکلات هم داریم. وطندارای ما در برنامه قبلی در پاسخ به برنامه قبلی بعضی چیزهای خوب نوشته کردن. محمد علی جان نوشته میکنن یوحنا باب 8 آیت 12 میگه که عیسی در یکی از تعالیم خود به مردم فرمود من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور حیات بخش راهش را روشن می کند. آمین. محمد علی جان خدا را شکر برای ازی آیتی که شما دادین. و علی سعیدی برادر عزیز ما از آلمان نوشته میکنن که سلام و درود خداوند بر همه ایمانداران و برای خواهر عزیز ما ملاله 14 ساله در دعا باشید. بله خدا را شکر میکنیم. ما باز هم دعا میکنیم برای ازی دخترک 14 ساله که هنوز هم زیر تداوی هستن و اما دکترها گفتن که صحتش بسیار بهتر است و ایشان در لندن هستن فی الحال زیر تداوی. باز هم از مؤمنین خواهش میکنیم که دعا بکنن. برادر عزیز من سعید جان باز هم نوشته میکنه جلال بر خدا، جلال بر خدا. برادر ظاهر جان تشکر از ایمان شما و برادر ظاهر که آمده بودن و گواهی خود دادن. و جان علی جان نوشته میکنن که سلام به کلیسای نوشهر ترکیه و یک دوست من در ترکیه است و ایمان دار است و دنبال کلیسای فارسی زبان است و من از شما خواهش میکنم که با ایشان تماس بگیرین. شماره تلفنشان اینجا میته که ما نمیخوایم که شماره تلفن لطفاً مستقیما بالای فیسبوک نندازین که لازم نیست. و اما باز هم خدا را شکر میکنیم بر دیگه پیام هایی که دوستای ما برای ما فرستادن و این پیام ها را ما میخوانیم. از اشکان جان همدرد سلام برادر عزیز، برایم دعا کنید، خیلی ممنون میشم از شما. خداوند برکت بده، خیلی برکت میگیرم از برنامه های شما. اشکان جان خدا را شکر میکنیم که شما برکت میگیرین و خدا را شکر میکنیم برای محبت شما. ایره 7 دقیقه پیش برادر عزیز ما این پیام برای ما فرستادن و ما حتما براتون دعا میکنیم اشکان جان که خداوند رضای خدا در زندگی شما پوره کنه و خدا را باز هم برای شما برادر عزیز ما شکر میگم و لطفا همیشه در تماس باشین. و الیزابت جان نوشته میکنن در ستایش نیکویی خداوند در هر زمان خداوند را ستایش خواهم آورد. شکر و سپاس او پیوسته بر زبانم جاری خواهد بود. جان من به وجود خداوند فخر میکند. اشخاص فروتن و افتاده این را خواهند شنید و خوشحال خواهند شد. بیایید با من عظمت خداوند را اعلام کنید. بیایید با هم نام او را ستایش کنیم. خداوند را با آهنگ و می طلبم و اوامر او را اجابت فرموده و او مرا از همه ترسهایم رها ساخت. برکت مسیح با شما باشد. الیزابت جان خواهر عزیزم بسیار تشکر از این آیات بسیار خوبه که شما فرستادین. پیام های بسیار زیاد هست در فیسبوک که دوستای عزیز ما فرستادن و وقت ما هم کم است و اما بسیار بسیار تشکر از تمامی پیام هایی که شما فرستادین، از محبتتان و از مهربانی شما. در اینجا دوستای بسیار زیاد ما 16 پیام دادن به خاطر برای ما دعا کردن، برای شفای خداوند برای ما دعا کردن. از این دوستای عزیزم بسیار بسیار تشکری میکنم و خداوند برایتان برای هر کدامتان جدا جدا تشکری میکنم. خداوند سپاس میگم برای شما. اینی پیام هایشان شما میبینین که خداوند چقدر برادرها و خوارای بسیار زیاد برای ما در روی دنیا داده. ما یک فامیل هستیم در مسیح، یک فامیل هستیم، جدا نیستیم از هم. خداوند با خون خود ما را پیوند داده و ما فرزندان خدای پدر خود هستیم. خدا را شکر میگم. باز هم بسیار تشکر از محبت بسیار زیادتان. پس در کلام مقدس خدا ما خواندیم که با وجود تمامی مشکلاتی که دنیا بالای ما میاره،
با وجود از اینکه بسیاری انسان ها به خاطر از اینکه ما به عیسی مسیح ایمان داریم زجر و شکنجه و حتی مرگ بالای ما میاره و فکر میکنن که ما را میکشن، از بین میبرن و اشتباه کردن و اشتباه میکنن. کسانی که در مسیح هستند و زندگی جاودان دارن هرگز نمیمیرن، هرگز نمیمیرن. ایره عیسی مسیح خداوند خودش میگه در انجیل مقدس یوحنا. عیسی مسیح میگه کسانی که به من ایمان دارن هرگز نمیمیرن. وقتی که او میگه من قیامت و حیات هستم، وقتی که او میگه من قیامت و حیات هستم، او میگه کسانی که به من ایمان دارن، کسانی که به من ایمان دارند و هرگز مرگ ندارن و هرگز نمیمیرن. چرا؟ به خاطر از اینکه او ما را با خون خود خریده، او ما را حیات جاودان داده. هیچ امکان نداره که ما را کسی از دست خدای عظیم ما دزدی بتانه. عیسی گفت من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد، هرگز نخواهد مرد. این وعده خداوند ما هست برای ما. پس با وجود تمامی از این چیزها اینجا در کلام خدا ما میخوانیم، با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت، کلمه دوستی باز هم کلمه محبت است، پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت، نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، و نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند، کلمه نمیتواند متوجه باشین اینجا، نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. هیچ چیزی از او محبتی که در پیوستگی با خداوند ما عیسی مسیح خداوند برای ما بخشیده، هیچ کسی نمیتونه ما را از او محبت جدا بسازه، به خاطر که این محبت از قدرت خدا جاری است، از انسان نه، از ما نیست. ما محبت به او نکردیم بلکه او اول به ما محبت کرد. معنای از اینمی است. پس یقین ما کامل است، زیرا یقین دارم، اینجا پولس رسول نوشته میکنه، زیرا یقین دارم، یقین ما کامل است بر خداوند و به وعده های خداوند ما که نه موت نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده است جدا سازد. ایست محبت خدا و قدرت محبت عظیم خدای ما که در مسیح او برای ما آشکار ساخته. ایست عظمت خدای ما که او در مسیح برای ما آشکار ساخته. عبدالله جان تلفن کردن از وطن، این تلفن میگیریم. عبدالله جان وطنداری عزیز ما مانده نباشی، روی خط هستی، بفرمایین. چطور هستی؟ خوب هستی؟ حسین بخیر هستی؟ بسیار بسیار تشکر وطندار، بفرمایین. شما یه چیز که شما خودت هم افغانی هستی؟ بله. افسوس به تو که تو دین خود اعلان کردی، رفتی یک به دینی که او کاملا او تحریف شده، او از بین رفته. تو افتخار هم میکنی به این که عبدالله جان، خداوند دیگه. عبدالله جان وطندار گل ما، عبدالله جان، من شما یک سوال دارم. شما چی ثبوت دارین که مسیحیت تحریف شده؟ مسیحیت خو ای که دیگه پیامبر نو آمد در دنیا، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیگه کاملا مسیحیت از بین رفت و ایتونی ما پیامبر مسیح قبول.
وطندار بسیار میبخشین، تلفنتان قطع شد، بسیار میبخشین. و اما عبدالله جان، ما برایتان از کلام خدا یک چیز میگم. وطندار عزیز ما بشنوین، لطفا دوباره تلفن کنین برای ما. تلفنتان قطع شد و اما لطفا دوباره تلفن کنین، ما میخوایم از شما بشنویم. کلام خدا برای ما میگه که خداوند عیسی مسیح میگه من الف و یا هستم، خداوند قادر مطلق که بود و هست و آمدنی هست. و او همچنین میگه که من اول و آخر هستم، ابتدا و انتها هستم. پس اگر این چیز برای ما در انجیل آشکار شده، من شما یک سوال کردم که چی ثبوت دارین؟ او ثبوت شده نمیتونه، به خاطر از اینکه بعد از عیسی مسیح بسیار کسای دیگه آمدن و گفتن که ما نبی هستیم، ما پیامبر هستیم، ما از جانب خدا هستیم. و اما عیسی مسیح میگه من اول و آخر، ابتدا و انتها هستم و من برمیگردم و شما را میبرم. پس ابتدا و انتها، اول و آخر، الف و یا در عیسی مسیح تکمیل شد. عبدالله جان، من شما را دوست دارم، خداوند شما را برکت بده. یک بار انجیل عیسی مسیح را بخوانین، یک بار. من از لهجه شیرینتان معلوم است که شما برادر عزیز ما، وطندار عزیز ما هستین که زبان پشتو دارین و زبان شیرین پشتو. انجیل عیسی مسیح به زبان پشتو هم هست. در اینترنت هم شما میتونید انجیل مقدس پشتو رو به www.pashtobible.com در اوجا برین بخوانین و خداوند حتما شما را برکت میده. بهتر است که یک دفعه تحقیق کنین، یک بار بخوانین عبدالله جان. و او وقت اگر شما باز هم میگین که حیف است برای من که من دین خدا ترک گفتیم و به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ما هیچ دین ترک نگفتیم. ما به عیسی مسیح پناه آوردیم، ایمان آوردیم، چون او برای ما وعده نجات به کاملیتش داده. از همین خاطر است خدا را شکر میکنم. برادر عزیزم نیکولس شفایی نوشته میکنن که خوب این شما، خدا را شکر میکنم. بله، و میتونید کمکم کنید. من نمیفهم برادر عزیزم که شما چی کمک میخواین از ما. و اما اگر مقصدتان از کمکی است که شما میخواین در مورد عیسی مسیح زیادتر بفهمین، در مورد کلام مقدس زیادتر بفهمین، ما خوش میشیم که کمک کنیم شما را. خوش میکنیم که با شما صحبت بکنیم. اگر شما ایمیل میفرستین و حتی از طریق امی فیسبوکی که شما فی الحال پیامتان دادین، ما بسیار خوش میشیم که به شما کمک بکنیم. حتما برادر عزیز ما کمک میکنیم. لطفاً برای ما یک پیام بفرستین. اشکان جان باز هم نوشته میکنن خداوند دانش میکنه، اعتراف میکنم که شخص گناهکارم. بله، این اعتراف بسیار لازم است که تمامی ما انسان ها بکنیم که شخص گناهکارم. اعتراف میکنم که با قدرت خود و با کارهای نیکم نمیتوانم نجات یابم و رستگار شوم. ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من بر روی صلیب کشته شدی و در قبر نهاده شدی و پس از 3 روز از مردگان برخاستی. هللویا! ایمان دارم که تو زنده هستی و این اقتدار را داری که گناهان مرا ببخشی و مرا در پیشگاه خداوند پارسا بشماری. تقاضا دارم مرا بپذیری و طبق وعدت زندگی نوین به من ببخشی. از این که دعای مرا شنیدی متشکرم. آمین. اشکان جان بسیار تشکر از این محبتتان و از این دعای شیرینتان. حتما خداوند شما را شنیده و در زندگی نو خوش آمدین. وقتی ما بسیار کم مانده و اما یک تلفن دیگر میگیریم از طاهر جان. طاهر جان روی خط هستین، لطف کنین بفرمایین. سلام برادر حسین جان، شبت بخیر، خسته نباشید. من خواستم اینجا در حضور شما به شهادت بدم به نجاتی که یافتم و شما خبر بدم. من یک سرگذشت بسیار عجیبی داشتم. گذشتم پر از غم و درد بود، احساس غربت و تنهایی می‌کردم. همیشه خودم رو تنها می‌دیدم و بی‌یار. 12 سال داشتم تقریبا که پدر مادرم رو از دست دادم.
از اون محل تولد خودم مهاجرت کردم به شهر شیراز. اونجا آشنا شدم با یک کسی، زیاد با من صحبت میکرد که من بیام و مسیحی بشم و محبت رو به معنای واقعی درک کنم. حرفش رو گوش ندادم تا اینکه تقریبا هم عنقریب چند وقت پیش اتفاق جالبی برام افتاد. توی خیابون راه میرفتم، با خودم فکر میکردم که میشه یک جوری من مشکلاتم حل بشه، از این تنهایی ها بیرون بیام و به یک آرامشی برسم. میرفتم همینجوری این فکرها رو میکردم، گذشتم و مرور میکردم. خیلی برام جالب بود. در خیابونی هست در شیراز به اسم حافظ، سر چهارراه که رسیدم. طاهر جان یک دقیقه دیگه برنامه مانده، یک دقیقه برنامه مانده، لطف کنین زودتر. یک حالت نورانیتی احساس کردم. هللویا. همینجور که میرفتم این حالت نورانیت رو واقعا درک کردم. هللویا. از جلوم یک نوری میاد، یک نوری میومد و با من رو در رو میشد. دیدم این نورانیت یک خانم بسیار زیبا و قشنگ. ای برادر عزیزم، من دعا میکنم براتون که خداوند شما را کتتان صحبت بکنه. خداوند صحبت بکنه. در کلام خدا ما میخوانیم که، من این برای شما نمیگم، بر شیطان میگم. شیطان میتونه که از شما استفاده بکنه. میگه شیطان به صورت فرشته نور هم میتونه بیاید. و اما من دعا میکنم که خداوند در قلبتان کار بکنه و شما را واقعا نور حقیقی خدا نشان بده، که او در یک خانم، در یک مرد، در یک شخص نیست، بلکه در عیسی مسیح هست. در عیسی مسیح است. تلفن دیگر را داریم از مرادی جان و از داود جان. مرادی جان و داود جان بسیار تشکر از تلفنتان، و اما وقتی ما کاملا خلاص شده ما نمیتونیم که تلفن هایتان رو ورداریم و خواهش میکنیم که روز سه شنبه آینده بخیر حتما تلفن بکنین، با ما صحبت بکنین از کلام خدا. و خدا را شکر میکنیم برای تمامی وطندارای ما که تلفن میکنن برای ما و از طریق فیسبوک که ما صحبت میکنن و زندگی خدا میتن و ما میفهمیم که خداوند کار میکنه در زندگی مردم. فرق نداره، هیچ فرقی نداره اگر مردم یک قسم تلفن ها میکنه در ابتدا شیرین زبانی و کوشش میکنن که خدا واقعا جلوه بتن که این مسیح کتیمه صحبت کرده و غیره، و بالاخره به کجا میکشانه؟ متوجه باشین که از مسیح نیست، چون روح مسیح روح راست بازی، روح صداقت از فیض خدا با شما باشه. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.